به نام ایزد توانا گیلانی هستم، مدرس ریاضی. امروز با آموزش مبحث همنهشتی مثلث‌ها از صفحات 44 تا 48 ریاضی نهم در خدمت شما عزیزان هستیم. فعالیت صفحه 44: در شکل زیر دو مثلث داخل حرکات با یکدیگر همنهشتند. اندازه پاره خطا و زاویه‌های مجهول را مشخص کنید. خب اینجا دو تا مثلث رو مشاهده می‌کنید. خب زمانی که این زاویه 45 درجه هست، این مثلث سبز رنگ دوران یافته این مثلث صورتی هست. پس این علامت سوال هم برابر با 45 درجه خواهد بود. و این ضلع مثلث صورتی 4 رادیکال 3 منهای 4 هست. بنابراین این علامت سوال هم 4 رادیکال 3 منهای 4 خواهد بود. برای این زاویه هم خب دو تا از زاویه‌های این مثلث به دست اومده، پس زاویه بعدی هم 180 منهای 60 به اضافه 45 برابر 75 خواهد شد. توی دو تا مثلث بعدی باز هم از شما میخواد که اندازه‌های مجهول رو پیدا کنید. خب اندازه این ضلع هم برابر با 3 خواهد بود و این زاویه هم برابر با این زاویه و 40 درجه خواهد شد. و چون دو تا از زاویه‌های مثلث رو داریم میتونیم زاویه سوم رو به راحتی حساب کنیم. 40 به اضافه 40 میشه 80 و 180 منهای 80 میشه 100. سوال 2: در شکل زیر 4 مثلث رسم شده که 2 به 2 با هم همنهشتن. اول مثلث‌های همنهشت رو مشخص کنید و بعد اندازه مجهول رو پیدا کنید. خب من مثلث‌های همنهشت رو کنار هم مشخص کردم و در واقع این مثلث‌ها با هم همنهشت هستن. مثلث صورتی با مثلث نارنجی و مثلث بنفش با مثلث آبی همنهشت هستن. حالا می‌خوایم اندازه‌های مجهول رو پیدا کنیم. خب این ضلع 13 درجه است، 8 رو هم داریم، پس این برابر با 7 خواهد بود. اندازه زاویه ها، این زاویه 120 درجه خواهد بود چون همین زاویه باز مثلث هست. و در شکل بعدی هم دو تا از اضلاع رو داده 13 و 8 و ضلع سوم 15 هست. مثال: خب اینجا داره در مورد رحل قرآن صحبت میکنه که در واقع دو تا لایه چوبی هست که از وسط همدیگه گذشته و این رو میخواد در قالب ریاضی برای شما مطرح کنه. خب مطرح کرده که فرض مسئله به این صورته که OA با OB با هم برابر هستن و OC و OD هم با هم برابرن. چرا؟ چون دو تا لایه چوبی توی رحل قرآنی از وسط همدیگه گذشته و حکم ما هم اینه که AD با BC با هم برابرند. زاویه های O1 و O2 هم برابرند. خب چرا زاویه های O1 و O2 برابرند؟ چون متقابل به رأس هستن. پس این دوتا مثلث همنهشت هستن و درستی حکم ثابت میشه. خب همین رو یک بار دیگه خدمتون توضیح میدم. ببینید توی این شکل در واقع ما میخوایم همنهشتی این دوتا مثلث رو ثابت کنیم. OA و OB با هم برابرن، OC و OD هم با هم برابرن چون این دوتا لایه چوبی از وسط همدیگه گذشتن. O1 و O2 هم با هم برابرن چون متقابل به رأسه. پس این دوتا مثلث با هم همنهشت هستن و در نتیجه AD هم مساوی با BC هست. و حالت همنهشتی دوتا مثلث هم دو ضلع و زاویه بین خواهد بود. خب فعالیت صفحه 45: در نزدیکی منزل ترانه و شهرزاد بوستانی هست که در آن یک پل فلزی به شکل نیم دایره وجود دارد. میدانیم فاصله ابتدای پل یعنی نقطه A تا نقطه B 10 و ترانه روی پله C نشسته که از انتهای پل 6 متر فاصله داره. پس BC برابر با 6 سانتی متر و شهرزاد روی پله D نشسته که باز هم همین 6 سانتی متر رو فاصله داره. اونها حدس میزنن که باید فاصلهشان
از پایه های مقابل برابر باشه. یعنی اونا حدس میزنن که AC با BD با هم برابره. از ما میخواد که درستی حدس اونها رو ثابت کنیم. ما با استفاده از همنهشتی مثلث ها میخوایم این رو ثابت کنیم. خب الان میخوایم در واقع سوال 1 میگه نشان دهید زاویه های C و D در شکل قائمه از طول های AC و BD را به کمک قضیه فیثاغورس محاسبه کنید و نشان دهید AC مساوی با BD. خب با توجه به این که دو تا زاویه C و D زاویه های محیطی هستند که روبروی قطر قرار گرفتن، پس هر دوتاشون با هم برابرن. شما در مورد زاویه های محاطی سال قبل یاد گرفتید و میدونید که الان این زاویه محاطی با این با هم دیگه برابر هستن و هر کدومشون 90 درجه هستن. خب این مثلث قائم الزاویه رو در نظر میگیریم. AC به توان 2 مساوی AB به توان 2 منهای BC به توان 2 که میشه 100 منهای 36 که برابر میشه با 64 و AC میشه جذر 64 یعنی مساوی با 8. حالا همین رابطه فیثاغورس رو برای مثلث ABD می نویسیم. برای این مثلث که میشه BD به توان 2 مساوی AB به توان 2 منهای AD به توان 2 و باز هم به همین عدد 8 میرسیم. پس AC و BD هر دو با هم برابر هستن و برابر 8 میشه. سوال 2 به کمک همنهشتی مثلث‌های ABC و ADB نشان دهید که AC و BD با هم برابرن. خب میخوایم همنهشتی این دوتا مثلث رو بنویسیم. خب توی این دوتا مثلث AB ضلع مشترک است. پس می‌نویسیم AB مساوی AB ضلع مشترک. از طرفی AD و BC هم طبق صورت سوال با هم مساوی 6 درجه هستند و زاویه C هم با زاویه D برابره و هر دو 90 درجه هستند. پس طبق همنهشتی وتر و یک ضلع این دوتا مثلث با هم همنهشتن و در نتیجه اجزای متناظر آنها هم با هم برابر خواهند بود. پس BD مساوی با AC. فعالیت صفحه 46 در شکل مقابل ABCD لوزیه و نقطه های M و N وسط اضلاع CD و CB هستن. می‌خواهیم نشان دهیم این دوتا مثلث با هم همنهشتن. سوال 1 با توجه به ویژگی های لوزی تساوی زیر را کامل کنید. فرض AD و AB با DC و BC با هم برابرن چون شکلمون گفته لوزیه و زاویه های A و C با هم برابرن و زاویه های B و D هم با هم برابرن. خب اندازه BN 1/2 BC هست. چرا گفتیم نقطه N وسط BC قرار گرفته و نقطه M هم وسط CD قرار گرفته. پس DM هم میشه 1/2 DC. حکممون هم این هست که دو تا مثلث ADM و ABN با هم همنهشت باشن. سوال 2 ثابت کنید این دو تا مثلث ABN و ADM همنهشت هستند. خب AB برابر با AD هست. از طرفی BN و DM هم با هم برابرند و زاویه های B و D هم توی لوزی زاویه های روبرو با هم برابرند. پس B هم با D برابره. پس بنا به حالت دو ضلع و زاویه بین این دوتا مثلث با هم همنهشت هستند. سوال 3 حال با توجه به همنهشتی دوتا مثلث اجزای متناظر آنها را بنویسید. خب چون این دوتا مثلث با هم همنهشت هستند پس A1 با A2 برابره و AM با AN برابر هست و M1 هم با N2 برابر هست. کار در کلاس صفحه 47. می‌خواهیم ثابت کنیم که در هر متوازی الاضلاع ضلع‌های مقابل همواره برابرند. و اینجا نظر دو تا دانش آموز رو درباره این مسئله براتون مطرح کرده. شهرزاد میگه معلومه که ضلع‌های روبرو با هم مساوی‌اند، با چشم هم میتواندید، ولی شبنم میگه در تعریف متوازی الاضلاع ضلع‌های روبرو برابر هستند و طبق یکی از ویژگی‌های متوازی الاضلاع علاوه بر آن با اندازه‌گیری هم میتوانیم موضوع را نشان داد. آیا میتوانیم در حل مسئله هندسه فقط به چشمایمان اعتماد کنیم؟ خیر، اندازه‌گیری با خطا همراهه.
آیا برابری اضلاع مقابل در این تعریف وجود داشت؟ طبق تعریف متوازی الاضلاع خیر. آیا اگر با اندازه‌گیری اضلاع مقابل برابری آنها را ببینیم درستی حکم رو ثابت کردیم؟ خیر، چون اصلا اندازه‌گیری با خطا همراهه. حالا ترانه گفته باید هم‌نهشتی دو تا مثلث رو ثابت کنیم و با اثبات هم‌نهشتیشون به برابری اضلاع برسیم. اما توی شکل ما دو تا مثلث نداریم، پس مجبوریم که یکی از قطرها رو رسم کنیم و دو تا مثلث ایجاد کنیم و اون اثبات رو به این صورت انجام داد. گفت AB موازی با DC، AB و DC با هم موازی هستند و DB موربه. پس B1 و D1 با هم برابرند. یک بار دیگه AD با BC با هم برابرند و BD موربه. در نتیجه B2 و D2 با هم برابر هستند و BD هم مساوی با BD و ضلع مشترک است. پس بنا به حالت دو زاویه و ضلع بین این دوتا مثلث با هم هم‌نهشت هستند. حالا از شما میخواد که با توجه به هم‌نهشتی این تساوی ها رو کامل کنید. خب B1 با D1 برابر هست. در نتیجه AD هم با BC برابر خواهد بود و B2 و D2 هم با هم برابر هستن. پس داریم AB مساوی با DC. خب چرا برای اثبات هم‌نهشتی مثلث‌های ایجاد شده نمیتوانیم از حالت‌های ذات ز ذات و ذات 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 استفاده کنیم؟ چرا؟ چون برابری ضلع‌ها رو در فرض مسئله نیاورده. با توجه به مباحث درس قبل هندسه و استدلال آیا می توانستیم همین نتیجه را با رسم قطر آسی به دست بیاریم؟ بله، میتونستیم قطر آسی رو رسم کنیم و هم‌نهشتی اون دوتا مثلث رو پیدا کنیم و به همین نتیجه برسیم. از هم‌نهشتی مثلث‌های ایجاد شده در متوازی الاضلاع به جز برابری ضلع‌های مقابل نتیجه دیگری هم درباره زاویه‌های متوازی الاضلاع به دست می‌آید. این نتیجه را بنویسید. خب زمانی که این دوتا مثلث با هم هم‌نهشت باشن زاویه A هم با زاویه C برابر میشه و ما میتونستیم به این نتیجه برسیم